انسان فاسق گفته میشه، چه وقت ظالم گفته میشه، چه وقت کافر گفته میشه در تطبیق شریعت الله. اگر یک نفر شریعت الله را میفهمه و سر خود تطبیق نمیکنه، خودش مطابق حکم الله، مثلا الله برش میگه که اینی روزه بگی، این روزه نمیگیره، پس اینی نفر میگه فاولئک هم الفاسقون، یعنی هر کسی که حکم الله را بالای خود تطبیق نمیکنه این فاسق است. چه وقت ظالم میشه؟ وقتی که خودش رهبریت به دستش باشه، رئیس فامیل باشه، رئیس خانواده باشه، رئیس دفتر باشه، رئیس یک وزارت باشه، وزیر باشه، اینی کسا اگر شریعت الله را این تطبیق نمیکنه این ظالم است. این ظالم است، از کلان گرفته تا خرد، کسی که رهبریت به دستش است. هر کسی که رهبریت داره، رهبریت کوچک باشه یا رهبریت بزرگ باشه، اگر کسی باز شریعت الله را تغییر میده، به عوض شریعت الله قانون خود تطبیق میکنه یا قانون کدام شخص دیگه را تطبیق میکنه، باز اینی که شریعت الله را نقض میکنه نمیپذیره، باز فاولئک هم الکافرون. فهمیدین؟ فاسق که سر خود تطبیق نکنی، ظالم که سر زیر دستای تطبیق نکنی، و کافر که بیخیر چی کنی؟ عوض ازی قانون انسانی را جای به جای بکنی، بگی حکومت مردم توسط مردم برای مردم، چیزی بر الله نیست. خود مردم قانون بسازه، خودش سر خود تطبیق بکنه و خودش چی است؟ قانون ساز است و خودش تطبیق کننده هست. این قسم است. پس اینجا باز میگه اینی انسانی که این کارا میکنه که شریعت الله را نقض میکنه، از بین میبره. الله میگه سود نباشه، میگه سود باشه. الله میگه حرام نخوری، میگه نه حرام جایز است. الله میگه کلپ های زنا نباشه، کلپ های میگه نه برن. من امر میتونم که نایت کلاب ها باشه، شراب، هیچ کس چیز گفتن نمیتونه. باز اینجا چون شریعت الله را تطبیق بده، فاولئک هم الکافرون. و انزلنا الیک، الله متعال میگه و انزلنا الیک، و نازل کردیم به تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم الکتاب، قرآن عظیم شان را بالحق، به توحید، مصدقا که قرآن عظیم شان هم تصدیق کننده هست لما بین یدیه، آن کتاب هایی که در مقابلش است، من الکتاب، از کتاب ها، و مهیمنا، و فیصله کننده هست امی قرآن علیه بالای الله. چی است؟ هیمنت قرآن بالای دیگه کتاب ها هست، یعنی کتاب های دیگه که در او تحریف شده، در او مثلا کمی ها هست، در او مشکلات رو ایجاد کردن، هر چی که از قرآن عظیم شان کل از او اصلاح میکنه. فحکم بینهم، پس ای رسول الله صلی الله علیه و سلم تو حکومت بکو، فیصله بکو بینهم، در بینشان، بما انزل الله، به آنچه که الله متعال نازل کرده از قرآن و سنت. الله متعال قرآن نازل کرده و گفته که قرآن نازل کردیم، و سنت نازل کرده و گفته که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ولا تتبع، و متابعت نکو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم اهواهم، خواهشاتی مردم را، اما جاءک، از آنچه که آمده بر تو، من الحق، از حق و توحید. وقتی که بر تو توحید معلوم شد که الله در ذات خود یگانه هست، عبادت خود یگانه است، باید عبادت فقط برای الله شود. الله متعال در افعال خود یگانه هست، الله متعال در شریعت خود یگانه هست که باید شریعت الله تطبیق شود. وقتی که یه حق توحید بر تو آمد، دیگه باز مطابقت از خواهشات از اونا نکن. لکل جعلنا، بر هر کسی گردانیدیم منکم از شما شرعتا، شریعتی را، و منهاجا، و منهج و اسلوب و روش. یکی قانون است، یکی منهج است. اگر کسی شریعت الله را تطبیق میکنه، منهج خودم مطابق شریعت الله میسازه. وقتی که مسلمان ها کتابای صنف اول مکتب هم که جور کرده بودند، در صفحه اول کتاب چون شریعت الله را میخواستند، در صفحه اول کتاب الله بود. وقتی که ماتریالیستا و قوم ماده پرستا و این مردمای سیکولر آمدن، باز الله را به چی تبدیل کردن؟ در صفحه اول کتاب گفتن انار. ایش تو کول از چی شروع کنه؟ از انار، که الله را نشناسه. اینه ای باز شریعت الهی منهجش هم همون قسمی باشه. شریعت قانون طاغوتی باز کتابایش هم همون قسمی جور میکنه. این حال بسیاری وقتا در کشورهایی که اونجا حاکمیت طاغوت است، مردمای بیدین، همون کتابای پوانتون و مکتب و درسیش هم سعی کنین دوام اون چیزای زشت و خرافات و زشتی ها هست. الله متعال میگه برای هر کس شریعت و قانونی را گذاشتیم و منهاج و روش گذاشتیم. ولو شاء الله، و اگر الله متعال میخواست